دوره حضرت موسی بود. یک زن میگه پیش موسی آمد، گو موسی اینی ارنبت ذنبا، موسی تو پیغمبری خدا هستی، من یک گناه بی نهایت وزنی کردم. گو چی گناه کردی؟ ایرا شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش این قصه را در باب بینمازا میارد. میگه چی گناه کردی؟ این زن چی میگه؟ اینی زنه تو و ولدت من الزنا ثم قتلت. میگه موسی من زنا کردم، بعد زنا یک فرزندی از من تولد شد و از مردم که ترسیدم و شرم کردم این فرزندی تولد کردم قتل کردم، برده دفن کردم و امروز پشیمان شدم، توبه به سوی خدا کردم. حضرت موسی دعای تر خدا میشنود، دعا کن که خدا مغفرت گناه مرا کند. حضرت موسی با شنیدن این گناه چی گفت؟ اخرجی یا ایتها الفاجره، ای زنی زناکار، ای زنی بدبخت، از پیش من دور شو. حتی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومکی، تا که از کثافتی تو، از بدبختی تو بالای سر ما آتش از آسمان نریزد و ما هم در عذاب تو گرفتار شد. میگه این زن بیرون شد، در حال جبرائیل پایان شد و میگه سلام بر موسی کرد، گفت لما رددت تائبه. ای موسی این زن توبه کرده بود، این زن از صدق توبه کرده بود، پیش تو آمد، چرا تو از درگاه خود راندی؟ چرا که از خدای خود طلب نکردی که این زن خدا مغفرت کند؟ این در اصل توبه صدق کرده بود. اما وجدت شر منها، موسی گفت تو بر یک زنای همی زن و بر این عملی که این زن دست زد تو غضبناک شدی. آیا تو میدانی که از این زنی که زنا کرد و از زنا تولد کرد و فرزند خود به دست خود کشت، میدانی از این دبا بدتر مخلوق است؟ حضرت موسی گفت من هو شر منها. موسی گفت او کی هست از این بدبخت با بدبختتر؟ حضرت جبرائیل میگه گفت تارک الصلات، آدم بینماز. آدم بینماز گفت از این زن ده بدتر است، از این زنی که زنا کرد تولد کرد به دست خود کشت، از این ده دیده این بینماز بدتر است. مدام اینقدر خاصیت ها داشته باشد پس مالی خودمان چرا حرام کنیم؟